سلام به بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من اومدم که بهتون معرفی 2 تا گوشی خوب و بی‌نظیر از برند شیائومی براتون بیارم. از برند ترکیبی شیائومی پوکو میشه بیاریم. برند ترکیبی شیائومی و پوکو. گوشیامون 2 تا رقیب دیوینه هم، یکی قدیمی و یکی تازه اومده که قدیمی ها بباشونه. خب ما میریم سراغ تصاویرشون. اول این تصویر اولی تصویر پوکو 3075 و تصویر دوم تصویر پوکو 3065. این برای میزنم. ببینیم مشخصاتش رو ببینیم. پوکو 3065 من خودم خیلی طرف داشتم. وزنش 192، تعداد سیم کارت 2 تا میخوره، نوع سیم کارت نانو میخوره، صفحه نمایش IPS و نرخ لازستانیش هم 90 هرتز، روشنایی 600 نیت، اندازه 6.74 اینچ، دوربین اصلی 50 و سلفی 8 دوربینشون دوربین پوکو 3065 تقریبا دوربین خوبیه. اندروید 13 و پوکو 3065 باتری هم 5000 میلی آمپر بر ساعت و توان شارژش 18 وات. میریم سراغ پوکو 3075. این دوتا ردیف خیلی نوع پوکو 3075 هم اندروید و اندروید. این دستبندیش اقتصادیه. پوکو 3065 دستبندیش اقتصادی و میان‌رده است. وزنش 204 گرم، 3075 از 3065 یه ذره وزنش بیشتره. این هم 2 تا سیم کارت میخوره، نانو میخوره. بنابراین صفحه نمایش این IPS LCD همین چیزیه و نرخ به‌روزرسانی 120 هرتز، روشنایی 600 نیت، اندازه 6.88 اینچ. این بلوتوث و NFC و وایفای رو پشتیبانی میکنه، اما اون فقط بلوتوث و وایفای پشتیبانی میکنه. این هم دوربینش 50 اما سلفیش 13 اون 8 بود. اندروید این 14 و تا 17 پشتیبانی میکنه. باتری 5160 میلی آمپر بر ساعته که از اون باتری میشه. توان شارژش هم 18 وات و توان شارژش یکیه. اون میاد. خب اول بگم که اگه دنبال یه گوشی هستید که بخواید هم کارهای روزمره و هم بازی کردن رو انجام بدید، پوکو 3075 گزینه بهتریه، چون بیشتر شارژ نگه می‌داره، صفحه نمایشش هم خوبه، بهتر قویه و شارژش هم که تقریبا خوبه. اما کسایی که اصلا بازی نمی‌کنن، شاید یه بازی مربوط بازی کنن، پوکو 3065 گزینه بهتری برای اقتصادی‌ها بدون بازی. بعد میخوام قیمتشون هم بگم. پوکو 3075 امسال 1404 و توی ماه تیر هستیم. الان قیمتش 10,340 شد. اما ببین قیمت همین پوکو 3065 همین تاریخ همین سال 14 میلیونه، یعنی 4 میلیون از پوکو 3075 گرونتره، اما امکاناتی که پوکو 3075 داره اون نداره. بعد کم پیش میاد که امکاناتی که پوکو 3065 داره و 75 نداشته باشه و هر دوشون هم GPS رو پشتیبانی میکنن دیگه. اما از نظر من بخواید بشنوید که بین این دوتا کدوم انتخاب میکنم، چون هم پوکو 3075 اندرویدش بالاتره، توان شارژدهیش هم بیشتره، یعنی بیشتر شارژ نگه داره، روشناییش هم که خوبه. به نظر من روشناییشون که یکیه.
با 75 و 365 یکی روشن شد. من میخوام انتخاب کنم 375 رو انتخاب میکنم. 375 چون خیلی به نظرم گزینه بهتریه. حالا شما میتونید گزینه‌هاتون رو انتخاب کنید و در آخر سر هم بگم که اگر این خوشتون اومد بر من کامنت بذارید، این ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله بزنید آل بزن بریم